با نیت نیک، با عمل نیک، با فکر نیک قدم به دست میگیرد، البته به مقصد میرسد. چونکه من امروز تدبیر بیام، من این چیزا اثبات دیدیم. اکنون ما البته رگلامنت هست، نقشه هست، موافق همون. اگر رخصتتون، اگر من نوبت سخن نوبتی برای تبریکاتی در اینجا شخصی که احترام امروز تدبیر به جمع آمدگی با رخصت شما من دعوت میکنم. عزیز دوستlarımız bugün hem Uzbek tilida, Tojik tilida, Rus tilida, İngiliz tilida ham tabriklar bo'ladi, tilaklar bo'ladi, she'rlar bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli bugun tadbir qatnashchilari. Assalomu alaykum, do'stoni aziz, ishtirokchoni muhtaram. Shoir megoyad, qalam gufto ki man shohi jahonam, qalam kash ro ba maqsad merasonam. Dar bolo Bahodir Rahmonov suxanhoyi ne guftam? Albatta برای که آدم ایجاد میکنه میگوید مقصدی انیکی خودشو میمونه وقت و سن سال هیچ وقت من ببینید که امروز انا یگان خیلی مبالغه به مبالغه و پیش بردن این ایجادکار بعدی به نفقه برآمدن باشد هم امروز زیاده از 8 کتاب خود را نشر کردن. بگون چون جوانی در شتاب است، مهیا بهر تو دفتر کتاب است. گشاده در برایت مسکن علم، دهد با مهر خود تعلیم معلم. باید اگر خواهی تو با علم هم نفس باش، بری استاد با تعلیم هر نفس باش. عیان استادی استادان کتاب است، فروغی صبح دانایی کتاب است. یک قرصه شده شعرهای بهتری من خودمونم که البته اینا جوانها خوانده، البته معنیش فهمیده، برای بهبودی و کمالات عمر خودشان استفاده بردنشان در کار. دوستان عزیز، مهمانان محترم، خوش آمدیتان با مسکن نورانی محله خمزار. با شرفی 75 سالگی شاعر خوشبیان شکرالله خان ولیزاده شما را همچون شاعر محبوب، پیر خیرت، مولای دانشور، استای تعمیرگر و احیاگر مسجد و مدرسه های اجداد فعال محله، مربی جوانان، سرور خاندانی نمونوی قدر میکنیم. 70 سال مقدم 20 اپریل ماه صبر، ایام بهاری گلفشان، چشم به عالمی هستی گشاده تحت تربیه و تعلیم والدین مکتب میانه و عالی زینه به زینه کله مراد را تصور کردید. دیپلم آموزگار زبان و ادبیات تاجیک را به دست آوردید. از آوان جوانی محبت و اعتقاد شما با کلام بده ابد و فرهنگ، شعر و شاعری زیاد که بود، سالهای آخر چشمه الهامتان به جوش آمد. هم جامعه هم ساله این ارزش های به خودخواستی خلق ما. یافتم و من چیز نمیشه هری خریشون نکنم مهمانان گرامی، مهمانان حاجی
شکرالله خان ولیزاده، هر یکی شما را خوش آمدید، نوری دیده تاج سر میگویم. از آن خرسندی هم دارم که چند کتاب آخری استاد از نشریات لایق آزاد برآمده است و پسند همه مردم شده است و یک شعر زیبای این کسی اگر ملال خاطرتان نباشد خوانده دادن و عزم کردیم. مرحمت. کاروان عمر بگذشت قطار، من بودم بر آن سوار. 75 امروز شده است من بیخبر آن چون گذشت. کودک بودم نورس شدم. از شما التماس برای علمین وقت و طالب نوزاده همه شما آمده تحفه های سپردن گریتان. در اینجا رحیم جانکه سلطانوف آمدن، انا خوش آمدن، مرا تحفه های سپاریتان. مکتب رو و قدرس شدم، صاحب شده بر علم هنر. برپا نمودم خانه در، مادر پدر کردن دعا. از صدق دل بر حق خدا، دختر پسر الله رسان. بنمود قبول خالی نمان، دیدن نبیره شاد شدم. بر اصل که خود کمزاد بودم، خواندم که من دارالفنون